اولش گفته باشم سوء تفاهم نشه، وطن فروش نیستم، فقط افکار رو و یا نه ایران خودمون. واقعا بعضی چی فکر میکنن من نمیدونم، به شعور دیگران توهین میکنن به خاطر اینکه چند نفر بیشتر ببینندشون. این موضوع هم از این جهته که هرچی بهشون بدی ناراضی هم، معلوم نیست از کدوم ترقز آبادی اومدن. بعد میگن که آقا نمیدونم اینجا بعد شرایط گرونه، اجاره خونه بالاست، نمیدونم غربت داره، مردمش اونجورن، هزینه ها بالاست. بعد یکی نیست، یعنی همون طرفی هم مخاطبی که داره تماشاش میکنه پیش خودش فکر میکنه که یارو اگه بعده چرا خودت موندی؟ یا پایین. خواهشاً به شعور دیگران توهین نکنید با هر کی ببینید.